دوستای عزیز، با گشت آمدم بین ایران آمدم. سفارت اسلامی جمهوری ایران روز فردوسی را در تاجیکستان قید کرده است. من یک جای می‌دونم بویژه از پژوهشگاه زبان تاجیکی فارسی دوشنبه سپاسگزاری میکنم. از سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه تشکر میکنم و امیدوارم همکاری‌های علمی و ادبی بین ایران و تاجیکستان روزافزون باشد. ممنونم. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه برتر زدن. خوبی با یکدیگر دارند، روابط دوستانه و برادرانه و همکاری‌های گوناگون در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بین دو کشور برقراره، اما مهمترین وجه اشتراک ملت‌های این دو کشور همزبانی آنهاست. ما در ایران خوشبختیم که یک ملت بزرگ، یک کشور عزیز به نام تاجیکستان مثل ایران مردمش به زبان فارسی یا به قول شما تاجیکی تکلم میکنند و ما وقتی با دوستان تاجیکی خودمون روبرو میشیم احتیاجی به مترجم نداریم. به ما دست میدهد که چقدر این دو ملت در اعماق ریشه مشترک دارند و این ریشه مشترک باید به میوه‌های مشترک مبدل بشود. بنده امیدوارم برگزاری مجامع علمی به مناسبت‌های مختلف درباره زبان فارسی و ادبیات فارسی در دو کشور موجب آشنایی بیشتر پژوهشگران و استادان در این دو حوزه با یکدیگر بشود و به آشنایی ما با عمق فرهنگ خودمان کمک بکند. ببینید رستم یا سهراب گذاشتن یا کاووس گذاشتن تقریبا عادیه، چون رستم تو سراسر شاهنامه هست. یعنی هر کس دو تا داستان از شاهنامه خونده باشه اسم رستم رو شنیده، ولی فرود یک بار اومده داخل شاهنامه، تو یک داستان هست اسم بچه‌ش گذاشته فرود. برای چی؟ نشاندهی آشنایی عمیق و گسترده است با شاهنامه. چرا اینجوریه؟ به نظرم اولین علت این روح ملیه که در شاهنامه موج میزنه. شما هر جایی از شاهنامه رو باز کنید روح ملی در شاهنامه موج میزنه. وقتی که سیاوش به توران پناهنده میشه و مردم به استقبالش میان گریه‌اش میگیره بر اساس روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی. از ایران دلش یاد کرد و بسوخت، به کردار آتش همی برفروخت. این یادآوری ایران رو به گریه میندازه، دلش آتیش میزنه. ببینید بهرام چوبینه علیه پادشاه وقت قیام میکنه، علیه هرمز و برادرش بودن مسئله ایران براش مطرحه. میگه که مرا دخمه در خاک ایران کنید، منو ببرید تو ایران دفن کنید، مرا دخمه در خاک ایران کنید، بری کاخ بهرام ویران کنید. اون کاخی هم که باعث شده که من این سرکشی رو بکنم که علیه که اقدامات من به زیان ایران تمام بشه، اون کاخ هم ویران کنید. سلام آقا جان. سلام. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. بذار آقا ما در لباس نقالان کسانی که نقل زیاد می‌کنند درباره داستان‌های شاهنامه شهر به شهر کوچه به کوچه می‌رفتند و برای فردوسی بزرگ
چکامه خانی میکرد. احسن. انا برادرای عزیز، در اینجا همه اهل زیرو و اهل علم و اهل ادبیات و اینجا دوست عزیز ما روزی فردوسی. بله، روزی بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی را در اینجا جشن گرفتند. ما آمده‌ایم و فهمیدیم که چنین مراسم و چنین جمع‌شوی‌ها دوستی تاجیکستان و ایران باز هم مستحکم می‌کند، چون که فردوسی 30 سال بیهوده زحمت نکشید و شاهنامه را نوشت و چه گفت؟ بسی رنج کشیدم در این سواسی، عجم زنده کردم بدین پاسی. یعنی شاهنامه را هر کسی که میخونه درس مردی و درس جوانمردی و درس انسانگری را می‌آموزد و همین خاطر ما می‌فخریم که چنین بزرگوار داریم. زنده باشید، سربلند باشید. در دل هدف‌خواننده بیدار می‌کند و ساعتان اتهامی که طبق استادانی انجمن بررسی کردن و یادآور شدن در باب شاهنامه، در باب رسالت این شاه اثر ساعتها سخن گفت. در همان باب رسالت شاعر کمینه یادآور میشم. مگو شاهنامه گری 7 و 8 که تخم سیاست از آن سبز گشت. عجم زنده کردن به نور قلم که را در سیاست بود این رقم. و های رو خلق میکنن، اینها در ایران دیده بشه، صدای پژوهندگان و دانشمندان ما در ایران شنیده بشود. و من تشکر ویژه را از آقای دکتر محمد افشین وفایی به خاطر خدماتی که بعد از این در این بخش، یعنی خدمت به ارتباط بیشتر فرهنگ تاجیکستان به ایران و رساندن صدای دانشمندان تاجیک به ایران دارن، تشکر ویژه میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر محمد افشین وفایی، استاد دانشگاه تهران، مدیر عامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و مدیر انتشارات این مجموعه که تشریف بیاورند.